السؤال الأخير نختم به، يقول: الذين يطوفون بالقبور أو يقعون في بعض الشركيات، هل نعاملهم معاملة الكفار أم يعذرون بالجهل؟ نعم، هذا هو الأصل. إذا كان يذبح القبر أو يطوف بالقبر أو يدعو القبر من دون الله عز وجل أو يركع أو يسجد، فالأصل في ذلك أنهم مشركون بالله عز وجل، وإن كان ظاهره الإسلام. وإن كان ظاهره الإسلام، نعم، هو ظاهره الشرك، نعم. لكن الأصل يعني أنه إذا فعل أنه إذا صرف عبادة لصاحب القبر للضريح فالأصل أنه مشرك، يعني مشرك بالله عز وجل. بله، یکی از مشایخ بزرگ اهل سنت و جماعت هستند. حتی در دانشگاه مدینه منوره به طلاب همه اون دانشگاه محاضره ها میگذارند. معروف هستند در علمای سعودی. شیخ ابو الحسین الانصاری، ابو الحسین الانصاری حفظه الله میگن که سوال میشود که کسی که دعوای مسلمانی بکنه، کسی بگوید که من مسلمان هستم و بعد از این یعنی نماز میخواند، زکات میدهد، حج میرود و غیره، دعوای مسلمانی دارد اما طواف به قبر میکند و نماز به قبر میخواند، آیا ما این را میتوانیم مشرک بگوییم، کافر و مشرک بگوییم؟ سوال به شیخ است. شیخ میگوید که بله. میگه اصل در عقیده ما همین است، یعنی اصل همین است که کسی که شرک اکبر را انجام داد این مشرک است، این کافر است. اصل همین است. جهل در این مسائل شرک اکبر، کفر اکبر عذر نیست، زیرا که قاعده همین است که میگه اصل انه من صرف، یعنی اصل همین است که میگه هر کسی که صرف کند، انجام بدهد عبادت را به صاحب قبر، این مشرک است. بارک الله فیکم. این رو مسلمان گفته نمیشود، زیرا که این عبادت رو به غیر الله انجام داد، شرک اکبر رو انجام داد، این مشرک است. بارک الله فیکم.